سلام و درود. میریم با ماشین لکسوس RX 350 که از سال 2008 تا 2013 تولید شده. 4 چرخ محرک گیروکس 6 دنده، اتومات داره، 6 سیلندر، 3.5 لیتر حجم موتور، قدرت 275 اسب بخار، 348 نیوتن متر، گشت آور شتاب 8 ثانیه، 210 کیلومتر بر ساعت سرعتشه، 10 لیتر مصرفیه، 72 لیتر حجم باکشه و 2 تن وزنشه. سیستم کمک رانندهش کروز کنترل داره، کروز کنترل هوشمند داره، کنترل کشش داره، کنترل ایست در سربالایی داره، کنترل پایداری داره و حالت رانندگی نداره. سیستم هشدار دهندش سنسور جلو، سنسور عقب، سنسور باران، سنسور فشار باد تایر و رادار تصادف جلو که سیستم روشنایش دیلایت داره، دیلایت دوتا دیلایت ها رو داره، اتولایت داره، ارتفاع نور اتومات داره، چراغ مشکن جلو داره، چراغ مشکن عقب، چراغ چرخشی داره، چراغ شور داره. چراغ جلو هالوژن نداره اما تو نسخه سفارشی هالوژن داره که فرمونش نیروی کمکی داره، دکمه کنترل روش هست، حساس به سرعت هست، پدل شیفتر نداره، گرمکن فرمون نسخه سفارشی ها هست، تریم چوب فرمونش که سیستم صوتی 9 اسپیکره داره و نسخه سفارشی 12 اسپیکره و مانیتور 8 اینچی روی ظریف عقب داره سفارشی ها که هدفون هم روش هست، دوربین 360 درجه نداره. ایمنه کابین هم مجموعه ایربگ 10 تا، ایربگ راننده، ایربگ زانو، ایربگ سرنشین، ایربگ پرده‌ای، ایربگ جانبی عقب. امکانات رفاهیش هم ورود بدون کلید، استارت دکمه‌ایه، سیستم تعبیهش اتومات دوگانه، دریچه تعبیه عقب و صندلی راننده و سرنشین هم به ده حالت برقیه و صندلی عقب هم تاشو هستش که الان قیمت این ماشین از مدل 2008ش 2500 و به بالا 3 تومن 3 خورده هست. و نقاط قوت این ماشین: کیفیت ساخت بالا، دوام فنی، شتاب، فضای جادار کابین، سواری نرم. نقاط ضعیفش اینه که راحت نبودن صندلیشه که در مسافرت ها بسیار آدم اذیت میکنه. مرسی از اینکه وقتتون رو گذاشتین این ویدیو رو دیدین. حتما کانال رو داشته باشین که ویدیوهای بیشتری میذاریم.